السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام به همه شما عزیزان، به همه شما خوبان، به همه شما مؤمنان. بیا با هم خدا رو شکر گزار باشیم، پروردگار یکتا رو که به ما عمری بخشید و امروز ما هستیم و شاهد این روزهای مبارک. الله، چه روزهایی است، چه روزهای با برکتی. برخی از علما میگن این روزهای اول ذی‌الحجه اینها نزد خداوند العمل صالح در این روزها عزیزتره، با ارزشتره حتی از عمل صالح در روزهای رمضان. میگن برتری روزهای ذی‌الحجه از روزهای رمضان بیشتره. شبای رمضان بر همه شبای سال ارزششون بیشتره و از جمله شبهای رمضان لیلة القدر هست که خیر من الف شهر، از 1000 ماه هم 80 و اندی سال هم بیشتر و بیشتر با ارزشه. و از خداوند متعال تمنا داریم که خدایا بارالله همه رمضانایی که ما داشتیم همه رو قبول کن، از ما لیلة القدرش رو هم قبول کن، همه ذی‌الحجه های ما رو هم قبول کن. اینقدر این روزها پیش خداوند عزیز هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که کاری نیکو در این روزها پیش خداوند از همه چی بهتره. فرمودند یا رسول الله حتی از جهاد در راه خدا؟ فرمودند بله، حتی از جهاد در راه خدا، مگر اون مجاهدی که در راه خدا رفت با مالش و با خودش مالشو گرفت و رفت و هیچ بر نگشت، نه خودش برگشت و نه مالش. در حج، حالا حج اولش که همین روزهاست، در روزهای ذی‌الحجه است، پس همه چیزش عزیزه. و یک شباهتی با این مجاهده هم داره. مجاهد با خودش رفت با مالش، حاجی با خودش میره با مالش، جسمش هم میره مالش هم میره و باید بر نگرده. حاجی که رفت به حج، ای حاجی عزیز رفتی حج، نکنه که باز برگردی همون انسان. کسی که بر میگرده باید یه شخص دیگه باشه، یک انسان دیگه، یک انسانی که این لباس حج زیبنده اون باشه. حالا جامعه بهت گفتند حاجی، بهتره که نگن، بهتره که به مردم بگید که نگید به من حاجی، تو حجمو فاسد نکنی. نکنه که وقت همیشه حاجی گفتی منم عادت کنم، منم دلم بخواد که به من حاجی بگند، منم خدایی نکرده ریا و خودنمایی و عجبی در من ظاهر بشه، حجم ضایع بشه. اما چون که رفتم حج باید بدونم که من به مهمانی خدا رفته بودم. الحجاج و العمار وفد الله، ما رفتیم به مهمانی خدا. خداوند هر کس رو به خونش نمیخواد. پس من کسی بودم که خداوند بر من منت نهاد، بر من فضل گذاشت، من رو از بین میلیون ها خلایق انتخاب کرد، گفت بیا به خونه من رفتم مهمون خدا بودم. این مهمونی رو باید قدر بشناسم. من تنها که نبودم اونجا، هم خدا منو خواست، هم میلیون ها نفر دیگر رو از برادرای مؤمن و خواهرای مؤمنه من از سراسر دنیا. ما رو یه جا جمع کرد تا چی؟ مایی که یک دین داریم، مایی که یک قبله داریم، مایی که بندگان یک خدا هستیم، مایی که یک شعار داریم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. شعار بندگی خدا، شعار اقرار و اعتراف به نعمتهای خدا، شعار اینی که من بنده تو هم ای خدا، غیر از تو هیچ کس رو قبول ندارم.
من بنده تو ام که هر روز میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو استعانت میجویم، هیچ قبر و امام و پیامبر و ولی و غوث و نمیدونم هیچ کسو ازش هیچی نمیخوام، تنها از تو ای پروردگارم میخوام. تویی که به من نزدیکی، تویی که اجابت دعای من میکنی. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. ای پیامبر من، اگر مؤمنان از تو پرسیدن که من کجام، بهشون بگو من نزدیکم واسه شون. نگو من نزدیکم، خودم میگم من نزدیکم. خدایی که به ما نزدیکه، ما رو انتخاب کرده، آورده هممون رو یه جا که اینجا چیکار کنیم؟ اینجا نشون بدیم که ما یک مؤمنانی هستیم. برای چی اومدیم؟ با اخلاص اومدیم. کسی که به حج میره غیر از اخلاص نباید داشته باشه. اگر عقل داره نباید غیر از اخلاص داشته باشه. چرا من پولم رو میدم، زحمت رو تحمل میکنم، این همه سختی ها رو متحمل میشم، میرم به کجا؟ به واد غیر ذی زرع، میرم به یک سرزمین بی خشک آب و علف، میرم اونجا فقط و فقط برای چی؟ برای رضایت الله. از جمله رضایت الله اینه که خداوند همه خلایق رو جمع کرد، همه مؤمنان رو جمع کرد تا ما در کنار هم از درد همدیگه آشنا بشیم، از مشکلات همدیگه با خبر بشیم. در زمانهای قدیم همه مؤمنان در ایام حج فرصت بود. در حج، در فرصت حج چه اتفاق می افتاد؟ همه اندیشمندان و مؤمنان و علما و صالحان گروهی رو میفرستادند، همهشون هر کی میتونست میرفت، هر کی نمیتونست اون درد جامعه رو میفرستادند در حج که اونجا امیر مؤمنان هست، با امیر مؤمنان این مسئله رو مطرح کن. می اومدن اونجا به امیر مؤمنان میگفتن. طرف اومد از مصر، او امیر المؤمنین اتق الله، چی شده؟ والی تو به من ظلم کرده، پسر والی تو، آقازاده ها به من ظلم کردن، منو زدن. کسی که مشکل داره میاد مطرح میکنه. هر جای جهان اسلام مشکلی داره، چه مشکل فردی باشه، چه مشکل گروهی باشه، چه مشکل جامعه باشه، میاد در حج این رو مطرح میکنه. حالا که امیرالمؤمنین نیست، بندگان خدا که هستن، علما که هستن، اندیشمندان که هستن، متخصصان هستن. در حج شما هر چه ذکر به ذهنت بیاد متخصصش هست، دانشمندش هست، میتونی اون رو مطرح کنی تا بیایی به حج. اومدی اینجا، این مسائل باید مطرح بشه. هممون از اونجا اومدیم با چی؟ با اخلاص، فقط و فقط به خاطر خدا، و از اخلاصمون، از عبادتمون این تجمع بزرگ ماست. اومدیم اینجا که چی؟ و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. ای مؤمنان توشه برگیرید. توشه یه حج، توشه مادی هست، مخارج و اینا، هزینه‌ای که داریم اینو برمیگیریم. اما یادت باشه خیر الزاد تقوا، بهترین زاد و بهترین توشه حج تقوای الهی است. اومدیم اینجا که تقوا، پرهیزکاری رو پیشه خودمون کنیم. خدای من تقوا دیگه چیه؟ تقوا اینه که من در ذهنم بذارم هر چی میخوام بکنم هدفم خداست، هر کاری میکنم هدفم رضایت خداست. آیا در این کاری که میکنم رضایت خدا هست یا نیست؟ هست میکنم، نیست نمیکنم. همه دنیا جمع بشن که این کارو بکن، میدونم که در این رضایت خدا نیست، نمیکنم. بابا در این فقر هست، اگر کار بانک رو ول کنی، ربا رو ول کنی، بیچاره میشی، فلان میشی، نمیکنم. در این رضایت خدا نیست، در این خشم خدا نیست. در این درس ها رو ما چیکار که یاد بگیریم در حج.
در حج یاد میگیریم که مخلص باشیم، مؤمن باشیم. همش ایامون معلومات هست، یه چند روزی مشخصی هست، ایامون معدودات، یه چند روزی که ما با دست انگشت شمار هست. در این انگشت شماری من اومدم اینجا تا خودم رو یک انسان دیگه کنم، مثل همون مجاهدی که رفت با مالش با خودش برنگشت. حاجی جان اگر رفتی به خانه خدا، همون محمد، همون عزیز، همون احمد، همون تقی، همون نقی که بودی رفتی، همون برگشتی، مثل خر موسی یا خر عیسی. گفتن که خر عیسی به مکه رفت، چو رفت به مکه بازو گردد، همون خر است. خدا نکنه که ما این تو باشیم. میریم به حج، آمادگی میگیریم برای رفتن به حج. آمادگی با چی؟ تزودوا خیر فإن خیر الزاد التقوا. توشه برگیرید، بهترین توشش هم تقواست. خب این تقوا رو چطور بهش برسیم؟ تقوا هم راه و رسمی داره برای خودش. رسیدن به تقوا اینه که من اول یکم علم بگیرم، آموزش بگیرم. حواسم باشه، جالبه که ما میاییم الان فقها به ما میگن آقا وقتی رفتی حج، این از جمله ارکان حج هست، این از واجبات حج هست، این کارا رو بکنی از نوافل هست، سننه، این کارا رو بکنی از مکروهات هست. در قدیم این حرفا نبود. در قدیم چی بود؟ در قدیم و الان هم پیش صالحان این است که پیروی رسول خدا، پیامبر خدا وقتی حج کردن، حکمت الهی بود، دستور خداوند بود که پیامبر ما حج کنند روی شتر تا همه خلایق اون رو ببینند، بدونند چه کار کرد. پس من وقتی به حج میرم همه اون کارهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادن انجام میدم. همه هر کاری که رسول الله انجام دادن من انجام میدم. من پیروی خدا و رسولش میکنم. خب این کارا رو انجام دادم، میرسم به چی؟ به تقوا. چرا؟ چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن خذوا عنی مناسککم، مناسک حجت رو از من بگیر. در این روزهای که عمل صالح از همه چی بیشتر ارزش داره، من هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده رو انجام میدم. همین پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطیعوا الله و رسوله هست. همینه دیگه عبادت. اخلاقم اخلاق رسول الله، تواضعم تواضع رسول الله، خدمت به خلقم خدمت به خلق رسول الله. قبل از رفتن به حج چیکار کردم؟ وصیتم رو نوشتم که نکنه که من رفتم برنگشتم حق کسی رو من باشه. حق الله رو میرم ادا کنم، حق عبادش رو قبل از اون باید ادا کرده باشم. اومدم با چه اومدم؟ با مال حلال اومدم. نشه که من مثل اون کسی باشم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تصویرش کرد به ما، یک آدمی که سفر طولانی میره، اشعث اغبر، موهاش رولیده، همش خاک از سفر، از خستگی، یعنی این همه رو خودش فشار میاره، میاد دستش رو بالا میگیره، یا رب یا رب دعا میکنه. اما چی دعا میکنه؟ مالش حرام، غذایی که خورده حرام، لباسی که پوشیده دزدیده حرام. فانا یستجاب له. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماند چطور امکان داره که این دعاش اجابت بشه؟ این شخصی که اینطوری هست وقتی که میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ملائکه میگن لا لبیک ولا سعدیک، خاک به سرت، نه لبیک تو خواستی نه هیچ، و حجک مردود علیک، حجت هم بخوره به سرت. اینه که من اومدم وقتی میام با یک نیت پاک بیام. نیت پاک التزامش چی هست؟ لباسم حلال باشه، پاک باشه، خوراکی خوردم تو شکمم پاک باشه، حلال باشه.
حرکتی که کردم، این مسیری که اومدم قرض و قرضه مردم نیست، گناه نیست، دزدی نیست، چپاول نیست، این هزینه سفرم از حلال هست. اومدم با علم و درایت و دانش اومدم، فهمیدم که چه کار بکنم، ارکان حج و عبادت حج و همه ریز و درستش رو یاد گرفتم. الان هم نشستم چیشو یاد میگیرم؟ لذت بردنش رو یاد میگیرم، حکمتش رو یاد میگیرم، درسایی که از حج باید بگیرم رو یاد میگیرم. همه اینها با یک اخلاق پیامبرانه، با یک روحیه مؤمنانه. من اومدم به حج، اینجاست که میگم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. این حرفم کامل نشده، این شعارم کامل نشده که ملائکه میگن بله لبیک و سعدیک، خیلی خیلی خوش اومدید و حجک مبرور. حج مبروره، حجت قبوله. حجت که قبول شد چی؟ یعنی خداوند برات امضا شده، نوشت داد که آقا تو بهشتی. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج قبول شده یه درگاه الهی هیچ پاداشی براش نیست مگر بهشت. تو رسیدی، تو اومدی پیش خدا، تو اومدی پیش خدا، خدا تو رو خواست. اولا که مهمون خدا بودی، پس خدا تو رو خواسته. خدا تو رو دعوت کرد، دعوتش رو اجابت گفتی و گفتی لبیک. الان بخوا، چه که میخوایی از خدا بخوا، خداوند استجابتت میکنه. حاجی مستجاب الدعاست، حاجی مغفور له هست و همچنین خداوند میبخشه، نه تنها برای حاجی، برای هر که حاجی براش دعا کنه. یادمون باشه از حاجی ها بخوایم که برامون دعا کنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از حاجی میخواست که براش دعا کنه. حضرت عمر اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه میگیرن که یا رسول الله من میخوام که برم حج، نیت حج دارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهشون فرمودند که لا تنسانا من صالح دعائک یا اخی، برادر جان در دعای صالح، دعای نیکت ما یادت نریم. حضرت عمر اینقدر خوشحال شد که پیامبر خدا میگه برای من دعا کن. پیامبر خدا به من میگه برادر جان. گفتن که این کلمه پیامبر خدا از همه دنیا برام عزیزتر بود. اومدم پیش خدا، اومدم خانه خدا. از اول که اومدم نیت کردم که من دارم به سوی یک جهاد میرم، به سوی یک تلاش میرم، به سوی ساختن خودم میرم، به سوی جایی میرم که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. میرم به جای اون جایی که در اونجا هیچ شهوت نفسانی من جایی نداره، این شهوت زبانی من هیچ جایی نداره، این خودنمایی من به من توهین شده، به من در حق من اهانت شده، من این منیت من هیچ جایی نداره. خب اینم ساده نیست، ساده نیست که من این کارو بکنم. خب ساده نیست اسمش جهاد، ساده نیست که رکن پنجم دینه، ساده نیست واسه همینه که اجرش بهشته. بهشت چیه؟ راه بهشت همش سختیه، همش چیزاییه که مخالف با شهوت انسان و خواسته های انسانی است. راه جهنم حفت به شهوات، راه جهنم خوشگذرانی و شهوترانی و اون چیزی که دل آدم میخواد، اون چیزی که شیطان برای ما زینتش میده. پس از الانی که من میخوام برم حج باید این مفاهیم رو بفهمم، باید بدونم که با اخلاص برم، باید بدونم که با علم و درایت برم، باید بدونم کجا میرم، چرا میرم. اینا رو که دونستم حجم چه حجی میشه، حجی میشه که دیگه اونجا لذت میبرم،
حجی میشه که وقتی یه کاری رو میکنم با شوق و عشق و علاقه بکنم، نه این کار رو میکنم که از گردنم بندازمش. رفتیم از بیا زود طواف کنیم که خواهش الحمدلله طوافمون تموم شد، الحمدلله سعیمون هم تموم شد، برگشتیم من عرفات الحمدلله، یا طواف استفاضه رو هم کردیم الحمدلله، همه چیز رو تموم شد، از سرمون انداختیمش دور. نه، این دیگه لذت نداره. این کسی که از زورکی کاری رو میخواد از شونه خالی کنه. اما حجمون نه، حجمون اون لذت باشه. ارحنا بها یا بلال، بلال جان بیا با نماز ما رو یکم آرامش بده، راحتی بده، بیشتر قرآن بخون تا ما لذت ببریم بیشتر. اون وقت دیگه، وقتی که طواف میکنی، وقتی سعی میکنی، وقتی که منا میری، وقتی عرفات میری، وقتی که میری رمی جمرات، اونجا دیگه چه رو میبینی؟ فقط لذت. خستگی برات معنا نداره. وقتی میری حج اونجا یه افرادی رو میبینی انگار که تازه از قبر اومدن بیرون، افرادی رو میبینی یه پاشون تو قبر، یه پاشون بیرون، پیرمردای از قرن بوق افتاده دلا همچین راه میره، میخوای دستشو بگیری پدر جان کمکت کنم، میگه نه کمک نمیخوام. میری یکی نمیدونم چرخی بیاری یه پیرزنی رو بذاری، میگه نه مگه من دست و پا شرفتم بذارم، بذار. دردش یادش رفت، درد کمرش یادش رفت، درد پاش یادش رفت. در یک عشقی هست، در یک فضایی هست، در یک شوقی هست که خودش رو فراموش کرده، درداش رو فراموش کرده، بیماریاش رو فراموش کرده، داره میره پیش خداش، لذت میبره. 5 کیلومتر 10 کیلومتر پیاده روی میره انگار خیالش نیست. این کیه؟ این همونی است که از خونش میخواست تا بازار بره 200 متر نیست، باید می اومدن پسراش کمکش میکردن، تو ماشین میذاشتنش میبردنش، نمیتونه اونجا هم میرفت لم میداد 2 ساعت که سفری اومده. اینجا همه چی یادش رفت. اینه عشق. وقتی که با این عشق و با این شوق میایم به حج، حجمون یه حج دیگه میشه. اون حجی میشه که جزاش، پاداشش فقط و فقط بهشته.